یه روز مدیر یه مدرسه یک پدر رو بازخواست میکنه که بیاد مدرسه. پدر میره مدرسه، میگه چی شده؟ مدیر میگه واقعا شرم‌آوره. پدر میگه خب چی شده؟ چرا منو گفتید بیاین؟ دلیلش چیه؟ مدیر میگه من تا حالا تو کل طول هنریم که تو مدرسه بودم چنین چیزی ندیدم. پدره میگه که بابا خب بگین چی شده؟ بچه من چیکار کرده؟ تازه مادرش فوت شده. کسی رو کتک زده، کیفو پرت کرده سمت کسی، کار بدی کرده، نمره کمی گرفته. مدیره میگه بچه‌تون جلوی چش 18 نفر به معلمش گفته عاشقتم، عشقم. بابا خیلی عصبانی میشه، میگه بچه‌م کجاست؟ میگه پشت در. میره پشت در، میبینه بچهش نیست. میره سر کلاس، کیف کولی بچهش رو میبینه. میره جلوی کیف کولیش یه برگه آچار میبینه. تو اون برگه آچار نوشته شده بوده که چشاش خیلی شبیه مامان بود. منو ببخش بابا. قدر مامان باباتون رو بدونید. نامه این مینویسه